انشالله یک تلاوت بسیار زیبا و فاخر از ایشون شاهد خواهیم بود. شب گذشته خدمت استاد ابوالقاسمی بودیم که همه شما ایشون رو در برنامه محفل به عنوان داور میشناختین. انشالله که امیدواریم شب‌های آینده هم ستاره های قرآنی جهان اسلام که همشون از درجه یکای کشور و جهان اسلام هستن انشالله بتونیم که خدمتشون باشیم. من یه خواهش که از دوستان دارم، شب‌های آینده جلسه ما از نماز مغرب و عشا شروع میشه. 2 ساعت تا من بیشتر طول نمیکشه. کل جلسه زحمت از نماز تشریف بیارن و یه خواهشی که از دوستان داریم، ما هنوز امکانات نیست که تیوی وال بذاریم اینجا و آیات رو بتونیم نشون بدیم. هر کدوم از دوستان اگه قرآن کنارشون هست، یه قرآن کوچیکی کل قرآن هست با خودشون بیارن. موقعی که قاری تلاوت میکنه، خصوصا بانوان عزیزی که میدونم اکثرا توی این زمین خیلی فعال هستن، قرآن با خودشون بیارن، آیات رو اعلام میکنن. هم تلاوت شنیدنش ثواب داره، هم این که گوش دادن تلاوت. من امیدوارم که انشالله همگی در پناه قرآن اهل بیت مأجور باشید. انشالله چند شب آینده تا شام عاشورا